حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که زن آمد دری پیامبر صلی الله علیه و سلم را کوفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آمدن همراهی آن زن گفتگو میکردند، حضرت عایشه کوشش میکرد که سخن آن زن را شنود که به شوهرش چی میگوید از جهت رشک، و نمیشنوید. کوشش میکرد که شنود، نمیشنوید. وقتی که آیت نازل شد، سوره مجادله آیت 1، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، در حقیقت شنوید الله تعالی سخن آن زنی که شکایت میکرد به الله تعالی. وقتی که شوهرش را آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که به الله تعالی شکایت کن. شکایتی من پیامبر صلی الله علیه و سلم فایدهشان نرسید. من همین قدر میدونم که به شوهرت حرام گشتی گفتم. بعد گفت که من به کی شکایت کنم؟ اگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کنم و شکایتی من فایده نبیارد، پس به کی شکایت کنم؟ گفتن که به الله تعالی شکایت کن. وقتی که در حال به الله تعالی شکایت کرد، الله تعالی آیت نازل کرد، گفت که در حقیقت شنوید الله تعالی شکایت آن زنی را که با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگو، والله یسمع تحاورکما، الله تعالی گفتگوی هر دوی شما را شنوید. حضرت عایشه گفتن که سبحان الذی سمع سمعه الاصوات، پاک است آن اللهی که شنواییش تمام جا را فرا گرفته است. قسم به نام الله تعالی من در پشت در کوشش میکردم شنوم، ولی نمیفهمیدم که چی میگفت، ولی الله تعالی از بالای 7 قبر آسمان شکایتی زن را شنوید. بله شما هم شنوا هستید، بینا هستید، ولیکن لیس کمثله شیء. این شنوایی شما و بینایی شما مانند بینایی و شنوایی الله تعالی نیست. این شنوایی بینایی شما با در دست خودتان نیست. هر لحظه میتوند الله تعالی گیرد.